دراگون فیش در اعماق اقیانوس‌های سراسر جهان، جایی که نور خورشید به سختی نفوذ میکنه زندگی میکنه. بین عمق 1000 تا 4000 متر، اندازش بین 15 تا 25 سانتی متر، برخی گونه ها تا 50 سانتی متر چی رشد میکنه. بدنی باریک و کشیده با پوستی تیره و بسیار تیز و برنده و اینقدر که این نور رو جذب میکنه در حمقهایی که اصلا نور وجود ندارد، این ماهی نامرئی میشود. دارای فک بزرگ و دندانهای نیشمانند و شفاف که در نور کم اصلا قابل رویت نیستن. خلاصه در تاریکی اصلا دیده نمیشه، دندانهاش هم دیده نمیشه. هر وقت دلش بخواد میتونه بیاد یه گاز بگیری ازت و فرار کنه و تو اصلا نمیفهمی. هی باید بگی از کجا خورده شدم. خیلی باحاله ها. و ویلا، حالا فکر کن شما دوست دخترت مثل این بود، نامرئی و دندانهایی که چی دیده نمیشه. هر بار میومد کلن دستتو از بیخ و دندونش میکند. مثل اون ماهی اولیمون در زیر چانش دارای چراغ هستن برای جذب طعمه. لاشیا چه چراغی هم داره.